فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده ما سه شماره اخیرشون 907 سوال کردن که ایشون نماز نمیخوانند و از ته دل ناراحتند. منو راهنمایی کنید. این رو هر مسلمانی میدونه که نماز یکی از ارکان اسلام هست. یعنی در حدیثی که عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه میفرمایند بنی الاسلام علی خمس شهادت ان لا اله الا الله. اسلام 5 استوانه و 5 ستون داره. یکی از اونها اولینشون شهادت دادن به وحدانیت الله و رسالت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و بعد از آن 4 رکن عبادی دارد: نماز و زکات و روزه و حج که اینها ارکان اسلام هستند. و درباره ارکان اسلام هیچ رکنی از این ارکان عبادی اسلام درباره اون به اندازه‌ای که برای نماز تأکید شده برای بقیه تأکید نشده. برای نماز در میان علما این بحث وجود داره که آیا کسی که نماز نخواند مسلمان هست یا کافر است، اما برای بقیه ارکان اسلام چنین بحثی وجود نداره. این نشانگر اهمیت فوق‌العاده نماز هست. نماز در زندگانی انسان در دنیا واقعا تأثیر بسیار زیادی رو دارد. شما نگاه بکنید از نظر ظاهری هم، از نظر به اصطلاح میزان جرم و جنایت و بزهکاری در میان نمازگزاران، اونهایی که ولو این که در روز یک بار نماز میخونند به هر صورت تا مقداری پایبند نماز هستند، میزان جرم و جنایت بسیار کمتر هست، زیرا که این الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. و از نظر حکمی که به اصطلاح شرعی هست و بسیار از روایات ما داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که تفاوت در میان مسلمان و در میان کافر همین در واقع نماز هست. یعنی مرز بین کفر و در واقع ایمان هست. و از جهان آخرت هم اگر ما نگاه بکنیم میبینیم که اولین پرسشی که در روز قیامت در حقوق الله میشه این درباره به اصطلاح نماز هست. این 2 جنبه داره. اولین سوالی و اولین قضاوتی که در روز قیامت خواهد شد درباره حقوق بندگان درباره خونه ها هست، درباره قتل ناحق هست. اما اولین سوال و اولین موردی که انسان بازجویی خواهد شد درباره حقوق الله این درباره نماز است. اگر انسانی نمازش کامل بود، درست در وقت نماز خوانده بود و در هر وقت و در هر روز نمازش رو خونده بود، بقیه اعمالش رو صرف نظر میکنند و به اون میبخشند فقط به خاطر اینکه نمازش نماز کاملی بوده. این فقط کافی نیست که این بیننده عزیزمون گفتن من ناراحت هستم. این ناراحتی و این افسردگی که از به خاطر ترک نماز و به خاطر انجام این گناه بوده، این باید منجر بشود به این که این برادرمون یا خواهرمون توبه بکنن، دوباره پایبند نماز باشن، نماز خودشون رو سر وقت بخونن. فقط این ناراحتی که من ناراحت هستم، عذاب وجدان دارم، این به هیچ عنوان توجیه ترک نماز نیست، بلکه قطعا باید توبه بکنند و به نماز روی بیاورند، نماز خودشون رو سر وقت بخونند و نیازی هم نیست که سالهای قبلی که نماز نخوندند اون نمازها رو یک جا بخونند یا بر خودشون فشار بیارند. توبه بکنند، از گذشته خودشون پشیمان بشوند و از امروز به بعد سعی بکنند که نماز رو تا حد توان در سر وقت باید ادا بکنند. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.